باز هم خدمت همه رکستار آرمی عزیز به این ویدیوی دیگه از دنیای بدنسازی خیلی خوش آمدید. در این ویدیو حرکت ساق پا رو مورد بررسی قرار بدیم. برو بریم ویدیو داشته باشیم. Let's go. حرکت ساق پا حرکتی که دستگاه مخصوص خودشو داره و این دستگاه همونطور که مشاهده میکنین حرکتیه که وزنه میذاریم و کامل فشار رو ساق پا میاره. کلا در این حرکت مهمترین نکته اینه که چند حالت میتونی حرکت رو انجام بدی. بر اساس همون مچ پایی که شما تنظیم کنین، چه میتونید ساق پا داخل، بیرون و حالت عادی انجام بدیم. مهمترین نکته در این حرکت اینه که وقتی کامل میاریم پایین رو انگشتا فشار رو کامل بیارین رو ساق پا. خیلی نیمه یا سریع هم بخواین این حرکت رو انجام بدین اصلا نمیتونه از آموزه تأثیری داشته باشه رو ساق پاتون. خیلی مهمه که آروم و کامل اینو پایین بیاریم و با تمرکز به بالا ببریم پاتون، مچای پاتون، حالا چه داخل چه بیرون چه حالت عادی هم فشارش رو در ساق پا ایجاد میکنه. در این حرکت شما هم میتونیم با اسمیت که هالتر روی سرشونتون باشه و یه زیر پا بزنیم و با اون انجام بدیم، هم میتونیم با همین دستگاهی که مربوط به ساق پا انجام بدیم و هم میتونیم با دستگاه پرس پا انجام بدین که پاهاتون رو در ممیز پایین قرار بدین و حرکت رو انجام بدین و بسیار تاثیر داره رو ساق پایی که از حرکات اصلی پا است. امیدوارم از این ویدیو امشب لذت برده باشین. تا ویدیو فردا شب برید رفقا. I'm like Roy in the ring, I can't lose. Show the face of what compare to man. You wanna walk? Motherfucker ain't hard to find. I holler back, nigga. Can't be touched.